کاری اینجا بیا. من؟ با تو میگویم. لابا اکا. ای بچه تو کیستی که از بالای دامولو شکایت میکنی ها؟ از جان سر شدی مگر؟ اکا من رولتو خوب کرد حالم رو نمیبینی. تو کیستی که دامولو آمدت رولتو خوب کرد احمق؟ این چی تهمت کنیست؟ مرا گوش کن دروغ نگو. نباشد در همینجا پاره میکنم. اکا قسم میخورم که دروغ نگو. 3 ساعتم آن دکتر خانم بیتول از کو برای باوی اولادار شدن من رولتو خوب کرد. چی؟ بیتول؟ خانم بیتول رو بود؟ همین خیلی میگوید. این چی خیلی تهمت کنی هست ها؟ اکا قسم میخورم که تهمت نمیکنم. با خانم بیتول نزدیک نمیشه. گفتم با باوی موضوع. خودم رو تهمت دارم. بخیر خب مایلش اگر آخر گفته باشد یکان چیزی را میدانی سگیست از دختر دور شو. چی پس هم شطه میخوریم هم گناهکارمون میکنن. آخر این چی خیلی دامولو است که آدم رو خوب میکنن. مرا گوش کن. دامولو زبان درازی نگو که زبان از را کنده میگیرم. پای نمک از پس این احمق شوید. زود باشید زود. اکابی ما همراه نشیم شاید بین اون یکم دشمنگری است. انی دوستش کنی اونو حل کنه. های تیلا با تو چند بار گفتم خداگی که با دامولو میکنن با من حساب کرده میشن. تیز درا اخه حاضر میاریم باش. انا رفته شدم. بیا با هم رفته دامولو را تنها نگذاریم. زود باش. نماز خونه مفید. چی خیلی کار شده. من چیکار میکنم؟ اگر اونا در آنجا باشه از من تمام شدم. ببخش مرا عزیزم تو رو بسیار انتظار کردیم. هیچ گپ نه لیکن من نفهمیدم همتون برآمده رفتید. بخیر است؟ نپرس جانم. دومولوزیو رو پلیس ها بردند. چی؟ دومولوزیو رو پلیس ها بردند؟ مادر از روی من شده پلیس ها دومولوزیو رو به شعبه بردند. نفهمیدم که آخر دومولوزیو چرا پسر جواهرات فروش رو آورد تو کوب کرده. دومولو این خیر کار نمیکند خانم و برا عمیق تهمت است. اکا تمامو طالب چرا تهمت کند؟ آخر مگر او پسر محله ما نیست؟ با دومولوزیو چی مشکلی دارد؟ خیر در آخر چرا به خواستگاری بیتون ما اومدنشان را فهمیدیم. سیوا سفت نگو چه خواستگاری؟ مشکلی رد معلوم که دومولوزیو خواستگاری طالب را با بیتون موافق نشماریده است. پسر باشد ناموسش نبرداشته شکایت کرده است. چه خواستگاری؟ شما چی گفته ایستاده اید؟ مادر همش از روی شما است. آخر دخترم تنها برای دیدن می اومدم همین قدر. اپا چه خیلی دیدنه؟ دخترها خواستگاری می اومدن. سیوا تو خاموشه. خدایا دیوانه می شوم. اما اکه خلیل طالب رو با خواهرمون بیتون موافق نشمارید. گفتم مگر آدم را لطکوب میکنن. آخر از این به دومولوزیو چی میرسد؟ آخر دومولو به خانم بیتول مثل یکه‌اش است. من با مفیدت هیچ کس احتیاجی ندارم. شما این رو از کجا برآورده اید ها؟ از شما عذر میخواهم. من باید روم. به شما روزی خوش. تو باشی جانم. باز بیا. به شما روزی خوش. من این رو باید به بابایم گویم. یکی دومولوزیو با محبت افتد. زورو انیک جدا می شود. نه من باید به این مانع شود. الله شده. باید رو تو خیلی مقامتی را گفتیستم. تو با دومولو را میلش حجتتون رو دید. مرحمت این را قید کنید. برادر خواطر نشو ما در برادر هستیم. دامولو خواطر نشوید من با شمایم. شوکت کن اون رو احتیاج بکن. بسیار از خلفای من نگردد. اگر رونال در اینجا باشد من تمام شوم. برادر آن آقا پدر رو چرا لطکوب کردیم؟ اون پسر برای دلی آیلش رو یافتن با بیتول آیله دار شدنی بود. دعا کند که نکشتمش. میشخی؟ خب پدر نلاتی خاموش. برادر
چرا دعوت نکردی؟ یک جای شتکش میکردی. شوکت از کجا دانم سلام یک کتاب کرد مگر در فکرم بودی تمام دیگر غم نزن. مرحمت با من بیایید. دامولو خلاصه نشد. من بیانات آن احمق را خودم میگیرم. تشکر. اگه فرون نکنیم نمیبرن بدون از جوابش میدم. سمی جان پدرم حق هستند آخر. مرا گوش کنید. من باید به شما یک چیز را گویم. دامولوزیو یک کس را لطوکوب کرده. چی؟ در اصل لطوکوب نکرده است. تو یک از مرا لطوکوب کرده گفته او را تهمت کرده است. چی؟ این چه دامولو است آقی؟ از سرش بلا هیچ کم نمیشود. چشم نرسد. خیر هیچ کم ندارد جانم. تهمت کرده است بیناتشو گرفته سرش میدهند. فرو تو خاموشی؟ من چی گفتم تولی؟ اگر تهمت باشد سرش میدهم گفتم. بله تهمت بوده است. از تهمت کردنش باوری داری نیست جان. تو او را تهمت داری که گویا دامولو را تهمت کرده. با خدا من چیزی را شنیدم همان را گفته ایستادم سمی جان. یک دقیقه میلی کی چرا تهمت کردن میخواست از دامولوزیو رو؟ انیکا چین خیل است. دامولوزیو برای یک دختر را پشتیبانی کرده آن آدم را آگاه کرده است. آن آدم باشد از دامولوزیو رنجیده او مرا لطوکوب کرده گفته تهمت کرده است. یک دقیقه نام دختری که پشتیبانیش کرد سیوال بود مگر؟ نه چی دختری در محله بوده است کو چی بود نامش؟ ها بیتول بیتول مرا هم برای او لطوکوب کردگی بود. دامولو حالا در کجا؟ پلیس او رو بردن. نه جویش رو بابا جان تمام در هیجان نرفت اساس کار رو یک بفهمیم کنی تو آرام شو. تمام بابا جان کمک کنی زیو رو نجات دهید. میلش دخترم کمک میکنم تو هیجانی نشو آروم شو. باید نه اونا لمزن میزنی. الهی از نه زیو رو پلیس ها دستگیر کردند. نه یگان گناه نکرده است. زیو یگان کاری بد نمی کند. او آدمی خوب است. لطفاً او رو نجات دهید. مرش بای. زهرا چی میگوید؟ تو خواطر نشو. زهرا گفت من حالا از پس این کار میشوم. نه کار به او افتاده باشد خواطر نشو. بزک نبود که بحال بشود. زهرا عجبا تو چرا به شعبه نمیروی؟ یعنی اگر در حقیقت با دامولوزیو اویلادار میشدی در اینجا یک ثانیه حتی نمیایستادی چون که ازدواج شما ساخته است. بس است یانگه در همین خیل حالت هم گپ میزنیده. بس است. مرا گوش کن تو از این گپت نمونده. ازدواج ساخته ازدواج دامولوزیو زهرا چه ساخته بوده میتواند. من دیگر از دهانت این سخن را شنیدن نمیخوام. فهمیدی؟ اما آخر پدر جان چه اما تو را به دیوانه خانه بردن لازم. تو تنها در آنجا به عقل میشوی. بس از آخره این را من گپ نزن. به شما اثبات میکنم. گپ میزنم به همه تو نشان میدم. اثبات میکنم پشیمان میشوید. تولین و کجا میروی عزیزم؟ با کجا؟ کاری تو چی؟ مادر من به شعبه میروم. یک رفته وضعیت رو فهمم چی. اکای فاروق شی میسو؟ نمد رو گیری؟ بخشش که جی قیدم. برادر چیکار کردی؟ چی کنم آخر امشب در اینجا میمانم. چی ها میگویی؟ شوکت به دست اونال نافتاده در حال از اینجا برآمدن در کار. هر چی زودتر نقشه کشیدن لازمه. خیر کنی گفتن چیکار میکنی؟ حاضر زود رفته از یگان تکسفان نیابی. برادر در این زمانه تکسفان رو از کجا میابم؟ شوکت به گپم زید نبرا گفتم رو بکن آخر از یگان جا بیا کار بکن که هیله رو نفهمن. با اونال زنگ زده بگو در یگان جا بودنی کلاس رو بگو بعد من اون طرفش رو حل میکنم. با شما دوستی نباوردم. کانی گذر؟ ای داملا خوش آمدی. غذای های ما هم بسیار شده بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. تو نه باز تو از کجا آمدی؟
یا خدایا ای تو از من چی میخواهی برادر؟ داملو شما در اینجا چیکار میکنید؟ این رو بگم نه باز مرا مسخره میکند مثلا چی بلای آمده باشد همش از روی تو. داملو آرام شوید. شما خطا فهمیدید. انسان یک خوش آمدید میگوید. نه باز مگر تو را خوش آمدی میگفتم انشاءالله ای به اینجا میدرایی و از اینجا نمیبرایی. من میبرایم کمتر خطاگی شده است. من بگناهم. عیناً با من هم همین خیر شد. در بین خطاگی شده است. بله ها داملای ساخته بودن از را فهمیدن تو را به اینجا آوردن. داملو شما چه خیلی کسد ایستاده؟ داملای ساخته میگوید مگر زیبنده است؟ عیب است. بس کن چه عیب نشود. بشرم داملای ساخته کار دیوانه. زنی زود خاموش شوید. آقای پلیس گوش کنید من از این آدم شکایت دارم. اون داملای ساخته است. داملا نیست ساخته کار هستم. اصل من داملا هستم من. احمق شما چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ من بگناهم میگویم. گوش کن گناهکار این است دیوانه این است داملای ساخته این است. داملای حقیقی من داملایم. من امام هستم آخر. من داملایم. جماعت مرا انتظار از جماعت. مرا گوش کنید خاموش ایستاده در جایتون شینید. کار زیاد دارم نیست با شما مشغول شده. آخر نباشد مرا از این برارید. من در یک جا با این آدم ایستاده نمیتوانم فهمیدی. مرا از اینجا برارید یا که او را برید در یکان حجه دیگر گذارید. نوبدار پاسباش اینجا بیاید پلیس کمیسر کپیتان. زهرا کجا شدی؟ زهرا با تلفن جواب ده. سر داملوز یا در بالا؟ زهرا چی شده است؟ سرینجا بس گرد میزنیم وضعیت بسیار ناگوار است. مایلش اما با من درخواست زنگ زن باز فراموش نکن. مایلش جانم بای بای. مایلش خیر سردارم این باجت با چی گناه کرده؟ در مهلکتی او را تهمت کرده است. نمیدانم یگان موضوعی مهم نیست. آخر با این باجه هم شناس شده نتوانستیم لیکن لونت نصیب در شعبه بوده است. تقدیر دلیل بوده است. چی کار میکنی آخر؟ راه رو نگاه کنید. خدا بزنم سلن زنگ زده سردارم سلن. چی کار میکنی آخر؟ تو با تلفن مشغول نکن. راه رو نگاه کنید. زود باش لوین زود. اقلا تو جواب ده. الو لوین خدایا فکر کردم که جواب نمیدهی. لوین جان اینی خود چونو با گپ زدن احتیاج دارم که اگر گپ نزنم میکفم تا همین درجه. گپ نیست خانم سلن. تمام حال دارم میایم. کی؟ مایلش تمام. سردارم مرا خانم سلن دیدن میخواد. با من صحبت کردن میخواد. سلن با تو گپ زدن میخواد؟ پسرم شاید اشتباه کرده. مگر خیلی میشود سردارم اگر او با من گپ نزند میکفد. سردارم لیمن برای سلن مثل بود هوا در کرد. سردارم من میروم خفه نشوید. تو با کجا؟ آی خدا این دیوانه. نیست دیوانه. دیوانه تو در کجا فرو آمدنت را میدانی ها؟ سردارم شما رفته داملازی رو نجات نیست. من پیش سلن میرم وقتی یکدیگر رو نمیگیریم. آخر پسرم تو با پیش سلن چیکار نروی؟ از بعد گلها دویده میروم مثل کینای هندی. دیوانه تپتایا. مایلا شکر جمعه که پسرم گفتن رفته ایستادم. مایلا شوخی رفته ایستادم. یا خدایا توبه. اکا آنامو این نبلا رو داشته آوردیم. گپای بسیاری گفتیم. موندگیشو خودت بگویی. برو. کاری با بسیار مشکل است ها؟ گفته های بچه ها رو خوب فهمیدی ها؟ قریب فهمیدم. چه خیلی قریب فهمیدم ها؟ افلاس! خوب میفهمی. رفته عریضت رو ایواز بکنی. داملا مرا نتکم نکرد بگویی. از داملا عذر بپرسی. با او چقدر آدمی صاحب احترام بودنشو بگویی. فهمیدی افلاس؟ فهمیدم اکا غضبی نشوید. ده شود ایزید. خیلی نباشد من رفتم. گمشم؟ زود باش گمشم. مایلش گمشم. بکرشم خودم. اما ستا رفت کارو خود. بیا. داملا شما در اینجا چیکار میکنید؟ بخیره؟ باز من سوال میدهم
ای برادر از من نپرس چیزی بسری من آمده باشد همش از پوشی تو شد. ای داملا چه علاقه دارد؟ من در اینجا بودن شما رو از کجا دانم؟ از این من خبردار نبودم یا خدای توبه. من با شما چی بده کردم؟ با چی میکردی؟ با چی کردنی هستی؟ حیاتی من رو تی نکردی چون من از تو گریزم تو آمده من رو میابی در همه جا برای جستجو میکنی. داملا کمتر آرام شوید. چی کنم؟ خیر نصیب بوده مگر من نمیخواهم که هنگامی واخوردن یکدیگر شما هم خرسند شوید. چی کنم آخر نمیشود؟ نمیخواهم برادر. وقتی که تو را دیدم من غمگین میشم آخر. اگر خدا آن روزها را نوشته باشد الها ایستاهشان کند نوشتهش را بیان کند. آخر داملا هم میگوید اما بعضا راستی بسیار جاهلانه گپ میزند. این چه خیلی گپ؟ آخر خدا نوشته باشد اصلاحش کند. مگر خدا چیزی خطا مینویسد؟ بله این عریضه شکایتی از روی داملا است. آقای پلیس گوش میکنم. من طالب به خاطر داشته باشه پیشتر هم آمده بودم. خیر باز شطه خوردی؟ برادر تو شطه نخورده گشته نمیتونی مگر باز چی شد؟ نه این خیلی نیست. من عریضه شکایتی هم رو بازگردوندنیم. چی خیل؟ کدام شکایتت رو؟ وای داملوزی من حالت خوب کرد گفته بودم کو؟ های نه من خطا کردم. من شکایتم رو باز گرفتنیم. های برادر مگر این کودک بازیت شکایتت رو باز گرفتم نباشد کی تو رو با این حال آورد؟ من با چی برخوردم آقای پلیس؟ با چی؟ مرا آفتاب زد. من هر پس همین خیلی میشم. مرا گوش کن برادر. حاضر خسته تو رو من خودم خوب لطکم میکنم فهمیدی؟ مگر تو رو داملوزی لطکم نکردن؟ نه مرا هیچ کس لطکم نکرده. ای برادر نباشد چرا وقتی مرا میگیری؟ مرا مسخره میکنی ها؟ مرا ببخشید. او را برده محکم کن. برای چی آخر؟ آقای پلیس یک ثانیه. آخر من یگان گناه نکردم که مرا محکم کنید. بر چشمم را نبیند. پلیس را مسخره کردن چیز فهمد. خاموش. مرافق مگر دین را از تو آموزم داملای ساخته حالا میبینی تا مفتیات میروم اموالای تو شکایت میکنم تو را دستگیر میکنم تو را با محبس میافتانم زندانیت میکنم اگر این کار رو نکنم مرا داملا عفی نگوید. داملا در داخل هستم و خیلی باز چی کردنی بدید؟ اینجا با تو کفایه نیست. تو را با محبس بردن در کار با تو محبس کفایه نیست. با حجه مخصوص میاندازمت ای که حجه ای با زندان میپرتایمت با زندانی حتی زندانی از همه تاریک انا در آنجا شیک کردن را میبینی. گفتم تازه میست اگر مرا نو دستگیر کند زندانی هم میکند. امروز بسیار روزی پر برکت بوده است. زود یک کسی را آورده ایستاده اید. یگان کس از بیرون بیند فکر میکند اینجا معرکه است. گذر در را گفتم. تو در اینجا چی میکنی ها؟ آن دوستی مافیا دست خواهش کرد. من باشم از شکایتم دست کشیدم. چرا در اینجا بودن را فهمیدی؟ آی پسر اگر شکایتت رو بازگردانده باشی در اینجا نباید باشی در بجای کمیسر باید باشی. تو چی گفته ایستاده ای؟ رفتم با اونجا هم رفتم. بعد یا خدایا توبه این رو بین باز تو سپاس میکند. ای کاری تو چی برادر در اینجا باشم یا نباشم؟ عجایب اگر تو با من کار نمیگرفتی یگان کم نمیشه. من عزیز و تو کسی روبرو شود سرش در بالا میماند. انا دید سری این پیسر را هم در بالا گذاشتی. بله انا دیدی این اقاقشون نمیشناسم اما راست میگوید. کنه جواب ده از سبب شکایتت رو باز گرفتم تو رو به اینجا آوردم پس مرا چرا آزاد نمیکنم؟ اگر گپ نزنم چی میشود؟ باز دستی کوب بکن. اوه شرطه کردم این احمد و جنایتکاری و از این مانندی دارد. بازی به سر از بلا میگیری. برادر من داملایم داملای مسجد هستم. شما هم داملای؟ اینجا مسجد است که تو داملای یک جا شده. استغفرالله تنها من داملایم. این داملای ساخته دروی است. ساخته؟ این هم چی میگوید؟ این دیوانه است چه گفتنش رو نمیزونه. دیوانه است؟ به خدا نزدیک نشد که او را برگرد بفرمایم. دیوانه اومده است من داملایم فهمیده. آی در اینجا چه گپ است؟ هنوز زود آرام شوید. شما به بیرون از بالای شما شکایت باز گرفته شد. خدا شکر نه این را عدالت میگوید. آخر یک داملا را برای ضربه زدن در اینجا داشتن بسیار سفسطه. بیایید زود برایید. خوب شده است. از جایت را شینید. یک خدا را کشایید. چرا؟ آخی من برآمده را تو مونی سایتادم. بسیار خوب. یا خدای توبه. یک مدت برآمدن نمیتوانید. ای آخر شما او را برده خدا کرده ایستادید. در اصل شما باید منو بیرون برارید. این کس به تهمت محکوم شده است. شما باشید از روی فحش در اینجا هستید. چی؟ فحش؟ آی داملا شما چی کار کردید؟ از این کارتان شرم نمیداره؟ داملا خدا هدایت کنه.
شما در جایتان شینید. حتی باشی با امر کمیسر برای پلیس رو مسخره کردن است و یک کسی بیگناه را گناهکار کردن است. این شب در اینجا میمونی. ای آقای خلیف برادرم، من دامولویم، او دیوانه هست. مرا از اینجا برارت میگویم، برارت، من دامولویم. هی دامولو منم، او دیوانه هست، دیوانه نفهمید. ساختکار دامولایی حقیقی منم، اون ساختکار است. دامولای بسته است، آقیل نفهمید. دامولای حقیقی دامولای در آزادی گشتن چقدر نعمت بزرگی بوده است. کیلس در درون چه حال داشته باشد؟ انا ها ینگای زورو اومد کو او کمیسر اونالم اومده. یزمه جان برای آمدنتان بسیار منت دارم. خواهش میکنم عزیزم، نمیاد و با جهمان کمک میکنیم. ایوایه این از کجا پیدا شد؟ کیلس جان یگان سوراخی افته گریز. توکل به خدا برادر. شما تا حال نبرآمده؟ نه، حاجت خانه در کدام در؟ راست میروید از طرف چپ. تشکر. زهرا گوش کن، این صدر غمگین نشو. من حالا وضعیت را تحقیق کرده، وضعیت چی است میآموزم. یعنی چی کاری که لازم باشد میکنیم. کمیسر خواطر نشده، مسئله به خوبی حل شد. چیکار یعنی؟ آخرین چیکار میشد؟ آن برادری که شکایت کرده بود که شکایتش را باز گرفت. آخر در عقیده مولای محترمان این خیلی یک شکایتی سفسطگی کرده بسیار گناهی عظیم کرد. آن برادر خطایش را فهمید کمیسر. آخری یک خطاگی بودنش معلوم بود. یعنی من باز هم یک وضعیت را بیاموزم. همینطور کارهای آزاد شدن دامولازیا را میتیزانم. تشکر زیادی از من. خواهش میکنم، نمیارزد. زهرا نهایت با باجه شناس میشوم. مرا باباش که به سویتان مست و انست آمدم. بسیار حیف شده، اما حالا باشه حقیقتا هم شناس میشویم. بخشش چیزی نه؟ رقم مفکر برام زهرا خواطر نشده. گوش بکنم. کمیسر اونال کالتکیلس را که سالها جستجویش داری به آسانی دستگیر کردن خواهی، در حال داری کن که نور آمده. کالتکیلس را دستگیر کن. کالتکیلس؟ بله، هر چیز زودتر بیا که او را از دست دادنت ممکن است. او حالا در اینجا ایستاده است. تو کسی برادر؟ یک دوست است. کی؟ یک دوست میگویم، یک دوست. کمیسر چه انسانی؟ تو کسی برادر؟ ای کی آخر؟ کالتکیلس گفتی؟ وقتی آمدنت را یافتی اونال. اگر شبکت این کار را حل کرده نتواند من میسوزم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا هم با من رو بروشیدی برادره. چه شد دامولو؟ شما را هم جواب دادن؟ ها؟ بیگناه بودن را فهمیدن حد دادن. مرحبا. این دفعه او را دستگیر کردن نتوانسته باشم. اینقدر کمیسری سوس بوده ای کالتکیلس گریخته رفت. زودتر برای آخی در درون چی گپ است؟ سرم تماما گرم شد. یکی راست باشد. نه انیل مسخره کرده ایستاده. ای آخر اگر نروم دلم آرام نمی شود. محترم کمیسر، برآمده روی رو به رو شده گویم که بره آخی چی میکنی در اینجا؟ نمی شود آخی، نمیتوانم. آقا خیریتی برآمده.
آزاد کرده. بله خطا شده بود است. این را فهمیدم و را سر دادم. بسیار خرسند شدم. تشکر. من هم خرسند شدم دامولا. تشکر آقای کمال. سلامت باشید. برای شما بسیار خواطر شدم. سلامت باشید خانم زهرا. برای من تا اینجا زحمت کشیده آمده. خیر رفته. میره. مرحمت کن. برادر جان زمین رو بوسه کن مزه آزادی رو برو خیر گرچه خواب نیست اما واهمه نکن شوکت گویا که سالها در محبسه یک با شوبه در آمده می برآمده. دامولا دیگر خدا شما رو به این حال گرفتار نکن. سلامت باشید آقا. دامولا عزمی جان ایکی یک توش میگویسی یک توی دیگرش از پیشت میبراید دور شوید از نزدم بس از آخر یا خدای توبه کسی که از شما دور میشود و خدا نزدیک میشود برا راحت گذارید توبه توبه دامولا نرمه داخل اونجا خدا را شکر که هیچ چیز نشد. خدا نگاه خیریت نرسه. با فکر مرونه دامولا اگر ملال نباشد یک چیز رو بسیار تعجب کردم. مرحمت. شما برای خانم بیتل آدم را لطکوب کردید؟ این چی علاقه دارد مگر این خیلی می شود؟ آخه در نتیجه من یک دینشناس هستم. من هم آخر از سبب این خیلی باور داشتنم بسیار تعجب کردم. این طالب میجین یعنی آقای طالب هست که هست. این با خانم بیتول ارزنده نیست. من اون رو تصادفاً آموختم. یعنی گفتم که یک با خوردن نصیحتش کنم آدم شود اما گپم رو نفهمید. واهمه کرد کمتر سخنهای بلنگو یعنی ما رو تهمت کرد. مسئله همین. همین قدر یعنی؟ البته جانم نباشد لطکوب کردن ضربه زدن همش تهمت بود. فهمیدم. نیست داخل هیچ کس نیست بی خدا با اینجا آمدم مرحمت. از یک شرکتی با نفوذ ایتالیا برای کار تکلیف کردن. یعنی برای کاری دعوت کردن که رد کردن شاید امکانه. بشوخی خانم سینه در این طرح آدمای بعدش بسیاری بده. شما رو کی محافظت میکنه؟ به من چه خیلی با اونجا میروید؟ آخر من در این جایم. یعنی خیر با نمیدونم. من چیزی گفته نمیتونم. من هم چیزی رو نمیدونم لیوین. اگه برای وخوری دعوت کردن. با کجا؟ با ایتالیا؟ بله. چرا این خدر سراسیمه سینه؟ یعنی اگر کارو سر کردنی باشم هر چی زودتر به وخوری رفتنم لازم. امروز از من جواب انتظارند. یک بار خیسه رفتن از روی آداب نیست. آخر در افراد میگویند که یک بار چین کنه 21 بار ببر. شما چین نکرده چرا به ایتالیا میروید؟ این ناممکن است آخر سینه جان. من هم اونقدر باوری ندارم لیوین. با زورو هم هیچ چیز نگفتم. اگر شنود دیوانه میشود. آخر نمیدونم چه به او فهمونم. منم خدمت میکشم. یعنی به شما طاقت کردن نمیتوانم. باید تو فکر نمیکنی که لیوین به تو مثل ماهی بیرونی آب است؟ اما برای حیاتم مجبورم که قبول کنم. آخر سالهای دراز آرزو میکردم که در یگان شرکتی با نفوذ کارگر شده کار کنم. خیر میل است. در حیاتت بغیر از کار دیگر چیزی مهمتری نیست. یعنی کارو هم در اینجا کرده میشود. مثل لیوین در وطن خودت یکان کار پیدا کن. میل است؟ میوبم. یعنی برای یافتن باشد میوبم. با تو پیشتر نگفته بودم تمام اهل اویله من در ایتالیا زندگی میکنند. یعنی اونها رو هم بسیار یاد میکنند. اکنون در اینجا همه چیزی که دوست میدارم ترک کرده میروم. تو چی میگویی لیوین؟ یعنی با فکر تو چی کار کنم؟ مادامی که اویله تو در آنجا مرا هم همراهت میبردی مینتدار میشدم. به تو چی کار میکنم؟
بخشش که بین شب گریب شیدم آبی چشم قبیدن نمیتونم. لبنت خوب هستی؟ خوبم خانم سله. گیر آب نوشی. بخشش که مزم نیست. علاوه بر این روزی اگر بازگردم البته که اگر توانم میترسم که همه دوستان و شناسای مرا فراموش میکنم. یک چیز فراموش نکنید خانم سلی. اگر 376 سال گذرد هم لبین شما را اصلا فراموش نخواهد کرد. هم از رفتن تو غمگین میشم. یعنی از سبب رفتنم غمگین میشم؟ غمگین میشم؟ بسیار غمگین میشم. به نهایت غمگین میشم چون که شما دختر خوب هستید. غمشان را در دلشان گور میکنند چون که خانم سله برای دوست داشتن فداکاری میکنه. باز گریپم آوز گریپ. یکان داره گریپ نداره. احتیاط کنه خانم سله با گریپم نگذاره. من باید با زورو گپ زنم. یعنی حالا سرم بسیار آمیخته است لبین. خوب که تو هستی. خوب که حالا تو در برم هستی. تو بسیار بسیار دوستی خوب هستی. لباسای خاص گریم ایتال خونه. سلام آمدیم. خوش آمدی داماد. خوب که بر آمدی. سلامت باشه. خوب که بر اومدی. رحمت. زیادلا آزادی مبارک. رحمت. خوب شد که بر اومدید. چخیل بر اومدید اونا کمک کرد. نه پجان رحمت به ازای اونارم که اومد. آدمی که تهمت کرده بود شکایتش رو باز گرفت. بله از رفتار شرم داشته از همان سبب باز گرفته است. به فکرم همین خیلی. سلیم به من زنگ زده بود گفته بود یک کار عاجلی دارم. ها من هم باید به محله روم. معلوم است که وقت نماز است. خدا قبول گرداند. رحمت. عشق من تو رو به جای میرفتن میبرم. من بسیار دیر موندم. من در حال باید برایم بخشش بگاه میبینم. مایرش تو باز. روی بخیر. تو باز می. از رویش نور میبارد. نور. داماد شیری نرم. نه که داماد دارید. استاد اینجوری در اینجا چیکار میکنی؟ چی شد؟ استاد عاجلا یک سوال به سرم اومد. سوالهای تو دوی عاجلی هستند. یگون سوالی با معنی نداری. استاد در اصل من در مسجد قرآن میخوندم به سرم اومد هم. تو باشه دوام برای پرسیدن همین آمدی. بپرس اجری بپرس. استاد انا حضرت آدم و حضرت هوا برای میوه من کرده شده رو خوردن از جنت رانده شدند. بله. استاد حضرت آدم و حضرت هوا با منطقه های گوناگونی روی زمین پایان شدند. عجبا در دنیا یکدیگر رو چه خیلی یافته باشند استاد؟ بله. چه خیلی یافتند اجری؟ استاد من هم همین رو پرسیدم چه خیلی یافتند؟ انا هجری یعنی این در اصل بسیار مسئله اختلافی می باشد. از روی عقیده های بعضی علمان اسلام بخیر است. تو اینجا چیکار میکنی؟ استاد جوابی سوالم رو انتظارم. پدرمون آدم و مادرمون هوا یکدیگر رو چه خیلی یافتند؟ میابند اجری میابند.
خداوند با حضرت آدم و حضرت حوا اراده یکدیگر را یافتن و خواهش یکدیگر را دوست داشتن را عطا کرده است. در داخل انسان وقتی که عشق باشد، در کجایی که نباشد یکدیگر را میابند اجری. مانند دو آهنربای بزرگ، یعنی یکدیگر را جذب میکنند. مکان حضرت حوا و حضرت آدم را مثل آهنربا به خود کشیده است. اگر خدا خواهد به یگان جای دیگر نرفته، حتی یک قدم خطا آدم نمیزند. هجری انمی خیل جوینده یابنده است. جوینده مولایش را هم میابد، ولایش را هم. خیلی بیا رفته هجری. خدا از شما راضی باشد دوستا، چقدر زیبا گفته. خدا از تو هم راضی باشد. رفته. مرحبا، خوش آمدید. باز بیایید. تشکر. تولین در این مغازه تکنیکی ما چیکار داریم؟ چی میخری؟ سلام. سلام، خوش آمدید. خوش باشید. با ما یک دونه کامره خوردکک دهید. چی؟ کامره خوردکک؟ کامره رو چیکار میکنی تولین؟ ازدواج ساخته رو آشکار میکنن. خانم، انا ما کامره قلمی، ساعت، عینک و دیگر نمودها داریم. کدامش را دیم؟ لازم نیست. یکم ترجمه دهید. دهید. اما اونیش که از همه خورد و نوعیان است، همانش رو دهید. اما این خیل از دوری مستقیما تماشا کرده توانید. تماشا نمیکنید. تماشا نکن تولین. تماشا میکنم فرمو. تو دخالت نکن. لطفاً ثبت هم باید کنن. فقط ثبت نکنن. بیا جانم، بیا. اگر آنجا برایت بهتر باشد میتوانی بیروی. اما دانسته باش که اشک چشم لنین برای تو میریزه. خدا بگیر از وقتی رفتن تیافتی. عشق حیاتم ما رو ترک کرده با ایتالیا میرمد. نرم خانو چلین، نرم که لنین برای تو نمیرد. خوب هستی؟ کنی خیلی خوبم. چه شده؟ آدم رو زده؟ او این چرچشمه خودمان است که خوب اصلی یکان چیز نشده؟ این حیوانات رو ندیدم نه؟ اکا ناگهان به پیشم برآمد، مانندی جین به پیشم برآمد. نمیدونم. دمت را گیر، در راه خالی آدم رو زدی مگر تو می نوشیده ای؟ خوبم اکا کنان، خوبم. تنها قلبم از این شهر می رود. صاحب قلبم از این شهر می رود. حالا من مثل یک پرنده بی بال و پرم. کاش که همین ماشین می زده بمردم. خودم به ایتالیا نمی رفتم. اقلا روحم همراه از به ایتالیا می رفت. با تو چی شده؟ فرض کرده که مرا ماشین زد، یا موتورسیکل دو آدمه، تانکا، یا که راکت زد. من پاره شدم و پارچه ها تقسیم شدم. در این دنیا من دیگر زندگی کردن نمیخوام. کاش که منو با ماشین میزده نمیردم. خدا جزای شما رو دهد. آمده با این برخورده ده. درش کردم. دنیایم سیاه شده، روزم را تیره کرده. تو خدا شما را زنده. بس تو کانانی دیوانه. بگیر دسته با تو بحث دارم. سلیم باشد. حالا با خریجه رفته ایستادم. چی؟ با خریجه؟ سردیر مانده. چیکار میکنیم ها؟ نمیدونم. زورو آخری خیل نکن. خودم به این هم غمگینم. چی کنم سیده؟ شادی کنم تو را به ایتالیا روان کنم. تابستون به نزد میروی. با هم بو میخوری. با زمین خیل. تو در این حیات یگانه دوستم هستی. از بجای خواهرم هستی سیده. چون تو میرسی من خودم را تنها حس میکنم. من تو رو هیچ ترک نمیکنم، فهمیدی؟ حتی اگر تو من رو هم ترک کنی من اصلا تو رو ترک نمیکنم. Apoi doctor, tu probavam foarte. من فرقه. Da man. مایلش همه کسا بازی میکنیم بعد به خروخ میمیرم. مایلش Mailash. فادا میدیه؟ Bale.
کانی توبرو ده توبرو کفونم ها نه کنه کفونه دیگر جای بازی نیفتید که در راه ماشین بازی میکنید یکی تیرزهای ماشین هم میشه چی میشد چرا خودک رو جنگ میکنید؟ من با اون گفتم که در همینجا بازی کنم. خانم بتول رفته دکتریتون رو کنید چقدر دکتری کردنم راست شما نیاموزم؟ این احمق در نزد خواهرم چیکار میکنه؟ کنی به من ده این چخیل رفت و رفت چخیل وحشیگری است باز تو پامون رو میکپونده شما چخیل آدم هسته؟ نه همه خیر او خواهر کلاس گوش کنید آوازتون رو بلند نکنید من آرامانه در زده ایستادم همین خیر بچه ها تمام همه به درون در اومده اول فروغ میخوریم بعد بازی رو دوام میدهیم باز من رو وحشی میگوید مگر در راه ماشینگر آدم بازی میکنه در اینجا چی میکوبی؟ دوملو تو محافظ همین دختر هستی ها؟ هیچ تهمت نبود اون پیسر رو طول تو کوب کرده ای دیگر تو رو درگیر اطراف این دختر نبینم سمی آخرین بار آگاه میکنم یا خدای توبه دوملو چرا او رو پشتیبانی میکنه؟ دختر ناراحت نشود نمیبینی؟ چه خیلی ناراحت میشود؟ با فکر من ناراحت نمیشود او بسیار میخواهد که با من صحبت کند ای عقل تو مانند عقل کودکان سن 6 ساله تو مانند کودکان مکتب ابتدایی دختر چیکار کنه دیگر در پیشونش با حرف کلام مرا ناراحت نکن نمیشد می با او بسیار باور نکن دوملو گوش کن چقدری که از خودم باوری دارم از این دختر هم اونقدر باوری دارم و دختر با تو بار این احمق چیکار کنه شرط میکنیم من این دختر رو در یک هفته از آن خود میکنم شمی من تو رو براستی میکشم سخت ترسوندی مرا خیلی دیگر کارو بارد خوب است برادر کارهای معماری چیکار دوملو تو فکر میکنی که من کودک هستم حالا من به تو نشان میدهم که من کی هستم چیکار میکرده ای؟ بیتول رو بگرد در آورده بعد با تو رو برو شده برای تو نظر کرده حلاوت میبرم همه بس کن این گپ رو هیچ رحم نمیکنم تو رو آخرین بار آگاه میکنم دیگر تو رو در اطراف بیتول نبینم ها دوملو زیادم به خاطر تو بیتول رو به خودم عاشق میکنم اگر عاشق نکنم مرا سمی نگویم دکتر رو به خودم بیمار میکنم دوملو حالا تو میبینی